ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از اختیاریانی شد که واکسن بر ضد کرونا با نام سپوتنیک وی را به او گذراندند. سیاستمدار 74 ساله باور دارد واکسن کارآمد است. واکسن ما بهترین در جهان است. از همه پیشتر آفریدیم و تمام روسیه باید صحت باشد. بگذار امریکایی ها دلمان برایشان میسوزد، ولی اونجا میلیون ها نفر بیمار شدند، اما وضع ما بهتر است. سیاستمدار هنگامه‌جوی روسیه بعد 3 هفته دیگر واکسن دوم را میگیرد و نیم سال زیر نظر طبیبان میماند. روسیه از همه پیش اعلام کرد که واکسن نو بر ضد کووید 19 را برای استفاده رسما ثبت کرد، اما نه همه به کارآمد بودن واکسن باور دارند و میگویند واکسن درست آزمایش نشده است و روسیه شتاب میکند. حالا برای آزمایش سپوتنیک 40,000 نفر را جلب کردند.